سلام بچه، چطوری؟ من رادین هستم. خوش اومدید به چنل من. امروز یه ولاگ داریم، ولی این ولاگ درخواستی نبود چون اصلا اون ویدیویی که گذاشتم دیده نشد. توش کلی حرف زدم. این ولاگ رو دیدم خودم اومدم جنگل، گفتم براتون بگیرم دیگه. الان وضعیت چنل خوبه، تقریبا 3000 تا ویو داریم. لایک هم بد نی، البته همه‌شون 3000 تا از شورت ویدیو بود. دمتون گرم. بریم سراغ ویدیو. خب ما اومدیم جنگل رشترود. پایین خانواده نشستن. بعد دیگه خیلی چیز جالبی دارن، چند تا چیزی بهتون نشون میدم. مثلا یه گیاه اینجا هست، فقط اینجا خیلی سر و شیبیه و یه اشتباه کله ملق میکنیم تو درخت. من گوشی دستمه، یه دفعه بیفتم کل. مثلا یه نمونه این گیاه، همه این گیاه ناکنید، این خوشگله. زیرش هم ناکنید، زیرش قرمز. حالا این زیاد گنده نشد، مثلا یه برگی گنده اینجا هست، خیلی سر شیبیه. اینجا بگیرم احمد یا اول بز. خب این نه، اینا یه نمونه اینا رو ناکنید، زیرشون کلا قرمزه. نمیدونم اینا چی هستشون. بعد یه سری چیزای جالب، مثلا این درخت رو ناکنید، توشون سوراخ درست شده. بعد سوراخ درست شده. این درخت هم خیلی باله، وسطش یه دایره در اومده. پدیدهای عجیبی اینجاست. مثلا این درخت ارواح درست کنم. بیا دیگه. این درخت رو ناکنید، هیچ برگی نداره ولی بازم زنده است. منو اینجا وضعیت نگاه کن چی جوری هم پاهامو. وایسی یا اول فاز. اون پایین یه حالت رودخونه طوره که الان فصل پاییزه خوش شده. بیشتر فصل بهار تابستون رودخونه راه میفته. آبم خوردنیه، بس فکر کنم خوردنیه. خیلی هم سرده. بعد اون پایین میبینید اینجا سری حالت انگار برگ رفته. زوم کنم اینجا یه حالت کلی برگ، بعد اون تو چاله است. اون تو وقتی آب جمع میشه مردم میرن اون تو نوشابه، دوغ، هندونه اینا تابستون میندازن. حتی خودشون هم میرن اون تو شنا میکنن تو آب سرد. بعد فقط سروشیبی شما بگیرین خیلی طولانیه. اگه ممکنه تو فیلم معلوم نباشه ولی خیلی طولانیه. برگ بیچاره همونایی که بهتون نشون دادم یکیش کنده شده. چیز باحالیه. بریم یه ذره پایین یا بالا که نمیتونم، برام میترسم واقعا. سرشیبی هم زیاده. پایین نگاه کنید چه سرشیبی داره. من از این برم آقا کات میکنم میرم پایین. آقا من نظرم عوض شد، به نظرم یه سرسره بریم. یا اول خب بریم این با پاهم درخته رو بایستونم. یا اول با این خانواده آتیش درست کردن. یا آتیش الان جوج میخوایم بزنیم، جاتون واقعا خالی. جوج بزنیم براتون. دیگه اینور کلن درخت بیشترشون برگاشون ریخته. بعد دیگه آفتاب هم اونجا داره چشمونو کور میکنه. هوا الان خیلی خوبه. طرفای رستم آباد و رشترود و اینا واقعا الان هوا خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. چی بود؟ الان پشتمو نگاه کنید چرا خاکیه. خاطر همین سرسره بود. بریم یه ذره پیش خانواده بشینیم ببینیم اوضاع چطوره. الان فکر کنم عموم و بابام میخوان کباب بزنن، جوج بزنن. آقای سرپایینی یه قلقی داره نکنید. پامون هاتون اینجوری باید کج برین پایین. حالا بخوای سریع برین آروم برین.
خلاصه باید پاتون کج باشه. بریم پیش بابا مامون. اینم جوج فعلا بال و سینه است. بابا جاتون خالی. چای آتیشی هم گذاشتیم بازم جاتون خالی. هیزما خلاصه جاتون خالی. عموی بنده و پدر بنده. بیاین اون کاله رو بهتون نشون بدم. اینجا هم یه حالتی داره، ولی اینجایی که من میرم خیلی فضای عمقش بیشتره. آقا دقیقا همین این وسط بری تو، یعنی مثلا قد من 1.162 فکر کنم مثلا تا بالای پام تقریبا میرم تو این برگاه. میتونم راحت بشینم تو مثلا این جکوزی شخصی ها. اینجا هم نمیدونم یه سنگ بتون گذاشتم واسه چی. درخت بیچاره از وسط کنده شده. در آتیشه. بریم سر جامون. سنگ اینجا به طور طبیعی ریخته. زیرگذر آبی مخصوص همون رودخونه که گفتم. رودخونه اصلی اون پایینه که حالا وقتی بعد از ناهار رفتیم از رودخونه هم براتون حتما فیلم میگیرم. این ور خانواده دارن وسایل ناهار آماده میکنن. یا ماشینمون رو پارک کردیم و اینم جاده. بریم میزاد سمت جاده. اونجا یه حالت فلت داره. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. من اینجا فضای باحالی داره. پیشنهاد میکنم حتما به رشترود سر میزنید هر جای ایران که هستید. واقعا نیاد نصف عمرتون به فناست. این برم کوههای جنگل. وای نور رو اشتباهی زیاد کردم. بابا جاتون خالی. فعلا من تا اینجا کات میکنم. دوباره دیگه بعد از نهار رفتیم سمت رودخونه. اونجا هم براتون یه ذره فیلم میگیرم دیگه. ویدیو رو قطع میکنیم. بازم میگم لایک و کامنت و ساب یادتون نره. حالا من کات میکنم فعلا. سراغ این درختم بگیریم. آقا اینم کباب ما. فعلا نور نمیفته من چون سایه گرفتم یه جور حالت قهوه‌ای افتاده ولی خیلی زرده. اینم از کباب ما. قورباغه‌ش اونم سمی. آب کجا بود اومده اینجا مصطفی؟ جیششه دیگه. نه آب اونها اون رو خونه اونجا داره آب. چه استتاری کرده ولی اینجا. نه این دیگه اونه دیگه. الان کوش. اینا نه فاطمه نه ولی که دارم اسک الان تو دوربین گمش کردم من. یاش آها دیدم. نه رنگ برگاست. آره این بره تو برگا دیگه دشواره. من اونجا آقا اومدیم روزخونه. ناکنیم اون وسط یه قارچ کوزک در اومده. نمیدونم خوردنیه یا نه. قارچ اینجا قارچ. اینجا هم یه رودخونه است اینجا. اون ته ادامه داره. بعد اینجا هم قبلا تا 10-15 سال پیش زندگی میکردن که به خاطر بی امکاناتی رفتن دیگه سمت رستم آباد رودبار. نیا کنید آبو چقدر تمیز. قارچ نیست پوست هندونه است. تابستونا من میام اینجا شنا که نه ولی میشینم تو آب. بعد اینجا یه سری ماهیا داره دستی میگیریم. جاتون خالی کباب میکنیم میخوریم. اینم از رودخونه. بعد اینجا یه پله. اینجا درخت نیست پله. اینجا اگه دقت کنید یه سری نردبون مانند زدن پله اینجا.
اینا همین سنگا که آبشار مانند درست کردن. یه پوست هندونه ای که مثلا قارچ بود و اون برم مثل زمینه اون تا آخر رودخونه. این پوست هندونه است. من فکر کردم قارچه. آب فوق العاده سرد. الان هم هوا بکنم 10 درجه اینا باشه. من همینجوری سردمه. بابا لذت بره. تازه این رودخونه اصلی اونجاست، این اصلی نیست. آنها اصلی میخوایم بریم باید بریم اونجا. الان میرم بهتون رودخونه اصلی رو نشون میدم. یا آقا اینم رودخونه اصلی. اینجا شنه بپرم اون سنگ. بفرمایید اینجا تور ماهیگیری نخه. سفر من برم اینجا. اینم از رودخونه اصلی. اون وسط تقریبا 1 متر عمق داره. تابستون که میشه من و پسرم هم اینا میریم. تابستون یعنی شد اگه اومدیم اینجا حتما ولاگشو میگیرم. قول شرف بهتون میدم ولاگشو میگیرم. ببین اون وسط نمیدونم بگیره دوربین یا نه. صبر کن. اگه ببینیم آب یه ذره زلال است. اون وسط تقریبا 1 متر عمق داره. میگیریم میشینیم اونجا هندونه طالبی اینا میخوریم. اگه همشهری هم پیدا کردیم میاریم. نکن واقعا عالیه. واقعا عشق میکنه آدم. الان هم آب فوق العاده سرده. اصلا نمیشه، یعنی اصلا انگشتت بخوره تو آب یخ میزنه. نه همون رودخونه‌ای که اول بهتون نشون دادم. این راه آور رودخونه اصلیه. این هم همین پل درختی. از درخت پل درست کردن. پله هم گذاشتن. این هم از آب نها کنید. اینجا هم عموم من از پل داره میره. همون پل فرعی. به دستم تارنکبوت چسبید. عمو سخته؟ دیگه خیلی سخته. لذت ببرید. واقعا آدم باید لذت ببرید از این منظره. ببخشید منظره. من بایستم اینجا عرق سرگی خرمه. مرکنگ هم پیدا میشه. اینجا صدای آب زیاده. اونجا هم ما میشینیم. اینجا یه حالت سرسره مانند درست میکنیم میریم اونجا طرف عمق داره. اون میگه اینجا یه چیزیه. چیه اینجا؟ آره اینا از زلال واقعا تو دوربین هم معلوم میشه. وای حالا خوبه. آره اونجا هم معلومه تو دوربین. فوکوس کرد رو دسته. لذت ببرید دیگه، عشق کنید. داشت راجین تو فکر همه تونه. هر جا میره براتون یه ولاگ، یه گیم پلی، یه ویدیو تشکر. واقعا عشق کنید. حالا عکس قورباغه برفی میگم، قورباغه برفی، قورباغه سمی که دیدم اونجا عکسشو میذارم، فیلمش هم گرفتم قبل از ویدیو میذارم، قبل از این سکانس میذارم، قبل از این سکانس میذارم. بعد الانم عکسشو میذارم رو صفحه شما ببینید. سلفی گرفتم باش، خیلی جالب بود. اینم رودخونه. خیلی ممنون از تماشای این ویدیو. مرسی که تا آخر ویدیو با هم بودید. لایک، کامنت، سابسکرایب هیچ کدوم فراموش نشه. قبل از اینکه ویدیو رو قطع کنم این میوه رو ببینید. البته میوه نیست، نمیشه خورد اینا رو. یه حالت میوه است ولی نمیشه خورد، از این درخت‌ها میاد. قرمزن، شبیه گوجه کوچولو. ناخواه اینجا پره، خیلی باحاله. یه سکانس هم از تو آب براتون بگیرم دیگه ویدیو رو قطع کنم.
آبو بگیر برادر. آفرین گل پسر. بلامی سر. خیلی ممنون از تماشای این ویدیو. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی بای بای.